با درود. امشب میخوام یک شعری رو براتون بخونم که یک مقدمه کوتاهی در رابطش باید بگم من. اسم این شعر وقتی که تو میدانی. حالا علت فوران این شعر این بوده که یک معضل اجتماعی ما داریم، بر خلاف تمام روشنفکرهای ایران که من فکر میکنم بیشتر به جنبه‌های خوب فرهنگی ما میپردازن. این یک مشکل فرهنگیه که ما از قدیم الایام دوچارش بودیم و اون اینه که با مسئله گفتن چرا یا جواب دادن به چرا مشکل داشتیم در فرهنگمون همیشه. و این شعر روی این مسئله تأکید میکنه که انسان باید دنبال چرا بگرده و باید صادقانه به چراها جواب بده. اگر هم جوابی نداره سعی نکنه که نقطه نظرهای اشتباه خودش رو بده یا اشتباهی که تصور میکنه بده. و این متاسفانه یکی از علل گرفتاری فرهنگی ما هستش در جامعه. و این شعر اینجوری هستش که عنوانش وقتی که تو میدانی. میپرسی و هزاران بار از تحرک تکرار کلمه چرا خرمنی از سؤال بر ذهنم جاری میسازی. میخواهی عمیق و دردمند رمز رشدی سبزگونه را برای کودکان سبز جوانه تا بر قله لبخند فاتحان سرود بخوانی و آنچه را که بر وجود تو همگون گردد در پیکر دیگری زیبا بیابی. میپرسی و هزاران بار در فضای باغ تصوراتم سماجت چشمان اصرار را در آهنگ صدایت در میابم. میپرسی و امتداد پرسش بر لبهای خواستنت شاید بوسه ای گردد که برای لذت یک درک بر گونه رفیقی به جای گذاری. سوال کن برای یافتن گمشدگان تنهایی. سوال کن تا گرمی قلب حقیقت را با احساس سرد دستانت آشنا سازم و اندیشه انسانگونه زیستن با تولد هر نوزاد به زمین بازگردد. میپرسی و جنگل مشغول فکر مرا به سکوت خاموشی تبدیل میکنی تا اولین تشعشع طلوع را بر صفحه سیاه نادانیم بنشانی. میپرسی و تکرار سوالت ابری پربار میگردد تا بر کویر زندگی کارگریم باران خیال آسودگی بارد. تو در سؤال خود مرا پی چیزی روانه میسازی. تو با هر سؤال ثانیه هایم را به دریای خواستن پیوند میدهی. سؤال کن که آغاز سؤال تو پایان تحجر من است. سؤال کن، از نامم آغاز کن، نام من رو بپرس. با تشکر.